ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم بینندگان بسیار ارجمند کانال نجم. شما را به برنامه پارچه های از حیات بزرگان خیر مقدم میگویم و امروزه موضوع ما و شما پارچه از سرگذشت امام بزرگوار، امام اعظم، امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمت الله علیه می باشد. البته هر یک ما و شما از سرگذشت این امام بزرگوار بسیار شنیده هستیم، اما می خواهم امروز یکی از جانب‌های مهم این بزرگوار را نقل کنم. این امام زاهد، امام خدا ترس، امام با تقوا، یکی از پیشوایان اهل سنت و جماعت می باشند که این بزرگوار چنانه که در وصفشان آمده است به والدین خود و علل خصوص به مادر مشفقه و مهربان خود بسیار نکوکار بودند. و این امام بزرگوار مادری که شاید ما و شما شنیده باشیم قصه آن دختر با تقوای خدا ترس را که وقت ثابت پدر امام اعظم رحمت الله علیه وقت خواستگار می شوند، پدر عروسشان برایشان میگویند همون قصه مشهوری که سیب را گزیده هستند، ما و شما شنیده باشیم شاید. میگویند من یک دختری دارم که شل و کور و کر است. در تعجب میکنند وقت ازدواج میکنند میبینند که یک دختر زیبا و پرنور و با تقوا و خدا ترس است و میپرسند که برای چی شما گفتید کور و کر و شل است؟ میگویند کوری او چشمان او به شخص نامحرم نافتاده است و گوش او یک چیز حرام را نشنیده است و پای او هرگز به جای حرام قدم نزده است و نرفته است. این همان دختره که خدا ترس بود، مادر امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. بیایید ببینیم که در این برنامه امام ما و شما، امام بزرگوار ابو حنیفه رحمت الله علیه، چگونه مادر خود را اکرام میکردند، چگونه برای مادر دلسوز و مشفق بودند. امام شمس الدین ذهبی در مناقب ابو حنیفه نقل میکنند که امام ابو حنیفه را خلیفه عباسی ابو جعفر منصور به نزدش دعوت میکند و برای ابو حنیفه منصب قاضیگی را پیشنهاد میکند. تصور کنید برای ما و شما وقت یگان منصب یا وزارت پیشنهاد شود که گویند که شما وزیر شوید، جواب ما و شما چی می شده باشد؟ ابو حنیفه کلاً رد کردند، گفتند من قاضی کلان این منصب قاضی را قبول ندارم. خلیفه اصرار کردند، گفتند قاضی می شوی. ابو حنیفه گفتند من سزاوار این منصب نیستم. خلیفه گفت دروغ میگویی. و در جواب ابو حنیفه امام اعظم ذکاوت و زیرکی ابو حنیفه را ما میبینیم که ببینید با چی یک زیرکی خود رد کردند و جواب دادند. گفتند ای خلیفه شما خود اقرار کردید که من سزاوار نیستم. خلیفه تعجب کرد، گفت چگونه؟ گفت شما گفته دروغ گفته و دروغگو هرگز سزاوار منصب قاضیگی نیست. اگر من دروغگو باشم من سزاوار این منصب نیستم. و خلیفه در غضب شد، غضب آلود شد و گفت برید این را به زندان پرتایید. وقتی امام اعظم رحمت الله علیه را زندان میکنند و زندانبان و جلادان زندان امام اعظم را عذاب میدهند و با دره ها میزنند
امام اعظم قبول نمی کنند، هرگز راضی نمی شوند. و یک روز وقتی در حال عذاب دادن، سر مبارک امام اعظم می کفد و خون جاری می شود که امام گریه می کنند و زندانبان در حیرت می افتد و می گوید که شاید پشیمان شده باشد و گریه کرده ایستاده است و همین لحظه اگر پیشنهاد کنم شاید از فکر خود برگردد و قبول کند. می بیاید می گوید آیا شما پشیمان شدید و پیشنهاد خلیفه را قبول دارید؟ ابو حنیفه می گویند هرگز من در همان فکری که بودم بر همان اصرار دارم. زندانبان می گوید آخر برای چی شما اینقدر روز استوارانه می ایستادید اما امروز غمگین شده، از چشمان شما اشک جاری شد؟ امام اعظم می گویند مادر من هر روز به زیارتم می بیایند و هر روز تن من را سالم می دیدند، اما امروز وقت مادرم به زیارتم بیایند و سر کفیده من را، جراحت من را ببینند، قلب نازکشان غمگین می شود و غمگینی من به همان غم مادرم است که من در فکر آن و با همین سبب دل من غمگین است. اما آن عذابهایی که شما مرا می دهید من پروایی ندارم. ببینید چقدر مادر خود را اکرام میکردند و رنجیدن قلب مادر را و احساس مادر را این امام بزرگوار خوب درک میکردند. چرا نه حالان که خداوند عزوجل ما و شما مسلمان ها را امر کرده است به نکوکاری پدر و مادر و خداوند نکویی کردن بر پدر و مادر را با توحید خود الله سبحانه و تعالی در یک آیت همقرین کرده است. خداوند می‌فرماید و قضى ربك الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خداوند میگوید که من شما را امر میکنم تا اینکه یگانه مرا پرستش کنید. ببینید در دوام آیت چی گفته است؟ و بالوالدین احسانا، و بر پدر و مادر خود احسان کنید، نکوکار باشید. و امام اعظم یکی از نکوکارترین انسان ها بودند بر پدر و مادر خود. حتی ببینید که مادرشان گاه میشد مسئله را از امام اعظم میپرسیدند و امام اعظم میگفتند جواب این مسئله فلان است. مادرشان میگفتند من فلان واعظ را میخواهم جوابش را شنوم. البته واعظان گرچنده که علم آنها مثل علم این بزرگوار امام ابو حنیفه مجتهد بودند، مثل علم این ایشان نباشد، هم آنها در هر یک قوم در هر یک عصر واعظان شهرت آنها بیشتر می شود و علل خصوص کمپیران و ماماهای ما و شما، یعنی آنها را بیشتر نسبت آنها، محبت آنها و عزت آنها در دل آنها بیشتر شاید جای داشته باشد. برای همین مادرشان گفتند فلان واعظی که هست من میخواهم جواب آن را شنوم. ابو حنیفه امام اعظم خیستند و به نزد همان واعظ رفتند. آن واعظ بسیار خوشحال شد، گفت مرحبا ای امام اعظم، سبب قدوم شما چی باشد؟ امام اعظم گفتند مادر من میخواهد حکم فلان مسئله را بداند. گفتند آخر شما امام اعظم از من پرسیده ایستاده؟ گفتند من جواب دادم اما او میخواهد جواب شما را بشنود. آن واعظ گفتند که
جواب همان جوابی که شما دادید همان است. امام اعظم جواب آن واعظ را گرفتند، همان جوابی که خود داده بودند همان بود و آمدند به مادر مهربان، مادر مشفقه، مادر عزیزه شان گفتند که جواب آن واعظ فلان است. برای اکرام مادر نگفتند که من ای مادر آب جاری در نزد شما من هستم، من صاحب فتوا هستم، من مجتهد هستم، علمی که من دارم ای وی واعظ یا فلانی بسمدانی ندارد. نگفتند. سمع و اطاعت بر امر مادر و خوشنودی قلب مادر را به دست آوردن. امام بزرگوار خستند و رفتند به نزد یک واعظ. باور کنید برادران و خواهران گرامی، من شرمم می آید گاها در این موضوع صحبت کنم و در این لحظه از خداوند دعا می کنم که خداوند کوتاهی های مرا در حق مادرم و در حق پدرم، والدین عزیزم ببخشد. باور کنید ما و شما بسیار در حق آنها شاید کوتاهی ها میکنیم و از هر یکی شما خواهش میکنم که همین لحظه اگر نزد شما والدینتان باشند دستان مبارک آنها را بوسه کنید برادران. اگر در غریبی باشه گوشه که تلفن را گرفته زنگشان زنید، یک لحظه صدای مبارک آنها را شنوید و از آنها دعا طلب کنید. اگر والدین شما از این دنیا رفته باشند دعا میکنیم که خداوند شامل رحمتش گرداند و الله حق سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما را فرزندان نکوکار گرداند و فرزندان گرداند که رضای والدین را به دست بیاریم، چون رضای والدین رضای خداوند حق سبحانه و تعالی است. و این بود پارچه از حیات امام بزرگوار، امام اعظم رحمت الله علیه. خداوند رحمت کرده باشد این بزرگوار را و خداوند هر یکی ما و شما را نکوکار والدین گرداند تا برنامه های آینده خدا یار و مددگارتان باشد.